رؤیایی که ستاره ها را لمس کرد. در آفتاب سوزان پورتوریا، کودکی با چشمانی کنجکاو به صفحه کامپیوتر خیره شد. ایلان ماسک 12 ساله انگشتانش را روی کیبورد به رقص درآورد و کدهایی نوشت که یک بازی ویدیویی ساده را خلق کرد. بلاستار. این نخستین جرقه آتش رؤیایی بود که سالها بعد مرزهای زمین و آسمان را جابجا می‌کرد. سال 1995 بود. ایلان جوان با چمدانی پر از کتاب و ذهنی آکنده از ایده‌های بلندپروازانه به کانادا مهاجرت کرد. 2 سال بعد با فروش شرکتی که در خوابگاه دانشگاه پنسیلوانیا راه انداخته بود، زیپ2، اولین $1,000,000 را به جیب زد. اما او دنبال پول نبود، دنبال تعبیر بود. در سال 2002 پس از فروش پیپال به ایبی، ایلان به آسمان خیره شد و پرسید: چرا انسانها به مریخ نمی روند؟ همان شب شرکتی به نام اسپیس اکس را تأسیس کرد. بسیاری او را دیوانه خواندند. 3 سال بعد وقتی اولین موشک فالکون 1 منفجر شد، خندیدند. بار دوم و سوم هم همینطور. اما در 4مین تلاش، فالکون 1 با پرتابی تاریخی مدار زمین را درنوردید. اشک‌های ایلان تلخ‌ترین پاسخ به شکاکان بود. همزمان رویای دیگری در سر داشت: خودروهای الکتریکی. تسلا موتورز، شرکتی که در آستانه ورشکستگی بود، با ورود او متحول شد. مدل S، رودستر، سپس مدل 3. هر کدام انقلابی در صنعت خودروسازی. اما مسیر هموار نبود. شب‌های بیخوابی در کارخانه گیگا فکتوری، توییت‌های جنجالی، فشارهایی که حتی او را به گریه انداخت. ایلان اما هرگز از نه شنیدن نترسید. در کنار اسپیس اکس و تسلا، سولار سیتی را برای انرژی پاک راه اندازی کرد. نورالینک را برای پیوند مغز و کامپیوتر و بورینگ کمپانی را برای حفر تونل هایی که ترافیک را تاریخ گذشته می کنند. گاهی منتقدانش می گویند او شیاد است، گاهی ستایشگرانش او را نابغه عصر جدید می نامند. اگر این سفر پرستاره به قلب رویاها را دوست داشتید، لایک و سابسکرایب رو لطفاً فراموش نکنید. همانند موشک‌های اسپیس اکس که با هر پرتاب افق‌های تازه می‌سازند، حمایت شما هم سوختی است برای ادامه این داستان. به قول ایلان، جاده آینده را با چراغ کنجکاوی روشن کنید.